اینجا ساحلی راست دریای سیر است که چون بلنداشونه‌های زیاد دارد محل‌های اصلی اهالی‌نشین شهر به حساب می‌رود. در شفت محله سیوم تا 19 شهر که در موضع نسبتاً کناری جایگیری شده‌اند، کارخانه‌های زیاد صنعتی به وجود آمدند و حتی در دوری نبیش از 5 کیلومتر یک تشناب تازه‌کنی عظیم جایگیری شده است که حالا شبانه روزی فعال است. اهالی این منطقه ها چند ماه آخر در شبکه‌های اجتماعی بیشتر از آن شکایت میکنند که گاه و بیگاه از این منطقه ها بوی‌های غلیظ نافارم کننده به مشام آنها میرسد و هوای تازه آنها را خللدار میکند. ما حالا با چند از ساکینان صحبت خواهیم کرد که آنها بیشتر چگونه بوی نافارم را احساس میکنند و عرض آنها تا کجا بررسی شده است. من مثال اسمده من سراز بوی به نفسم چکه میشد. مثال چه شبنده خیسته سراز دارو چیزی باشد گفته تیرزای محکم میکنم. ای خودم میترسم. دلارام کریموه ساکن 70 ساله شهر خوجند است و بیماری راه نفس دارد. طبیبان معاین کردند که هوای غبارآلود بر صحتش ضرر دارد و باید پیوسته از هوای تازه استفاده کند. ولی گاه بوی بد در فضای خانه‌اش او را از خواب بیدار و ناراحت می سازد. شمال باشد میشد لیکن ساعت 2 شبنده میشد. این خلق روزنده نیست. رمشه شب بر 2-3 بار سر میشد. 2-3 بوی بطلاق باریم. این خلق بوی وینه بوی بطلاق. مثل خاله دلارام صدها ساکنان محله های 3, 8, 13, 14, 15, 18 و 19 خوجند شام و سحر در و تریزه خانه هایشان را با سبب پهنشوی بوی تفت غلیظ کشاده نمی توانند. سحر با همیشه بوی خیلی کندی و میبیاد. من میبرم. من میگم مشتی بیام بچه من سلام داخل کنم. باشه پیش میشه خواهم خیلی نازناک بود. من نفکر سالم کلان. همین بو من به خلال رساندار. ایران علاجش یافتن نکار کن بوی شود. من خودم که من در این محله 12 خانه بینوی حد زندگی میکنم اینجا هم شفا میشد که مثلا بوی غلیظ میآید. به حد بوی غلیظ. برای همین ما هم شهروندان تاجیکستان شهروندان باشندگان شهر خوجند دست جمعانه مثال میخواهیم که این بوی غلیظ از طرف رهبری شهر خوجند از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند یعنی برطرف کرده شود. در همین حال نظر ساکنان درباره منبع بوی و از کجا آمدن آن گوناگون است. برخی میگویند بویی که عمدتاً هر صبح و شام شهر را فرا میگیرد به فعالیت فرمه‌های شباهت دارد. در محله های سرتوقی، سیباغ و وحدت ناحیه باباجان غفورov که هم مرز با شهر خوجند می باشند، حالا 5 فرمه مرغ پروری تشکیل کرده شده است. مسئولان حکومت خوجند منبع بوی غلیظ را از پاروی مرغخانه ها در ناحیه باباجان غفورov شرح می دهند. ولی مسئولان حفظ محیط زیست این ناحیه در نتیجه تشخیص های چند ماهه ادعای دیگر پیش می آورند. این بوی‌ها من موقعی نزدیک پیدا شد که این بوی از این کارخانه انشاءاتی ابتازکنی برای شهر خوجند این بوی‌های غلیظ اهم میشه. با متخصص از طرف متخصصان ما سیاسی ناحیه بوی‌ها برای کاری شب‌ها براندن برای همین بوی معلوم کردن همین برای معلوم کردن کاربری کردن معلوم شد متخصصان ولایتی حفظ محیط زیستی ریاستی حفظ محیط زیستی ولایت متخصصان کاربری کردن من خلاصه خود را برآوردم که از همین انشاءاتی آبتازه‌کنی شهر خوجند. انشاءات پرتو آبتازه‌کنی شهر خوجند لایحه‌ای بازمانده از دوران شوروی است که در مساحت تقریباً 50 هکتار ساخته شده است و به گفته ساکنان موضع جایگیری شوی آن به محل زیستشان آنقدر هم دور نیست. این انشاءات در حدود دهه سرتوقه ناحیه باباجان غفورov جایگیری شده است ولی مسئولیت آن به دوش کارخانه‌های تابع به حکومت شهر خوجند است. مسئولان کارخانه واحد دولتی کمونالی خوجند آب و کانال میگویند سالهای پیش
از 18 عدد حوضهای پساب تکشین‌کنی 2 عددش فعالیت می‌برد. بعد از تعمیر و تجدید آب پرتاب تازه‌کنی شهر خوجند از آخر سال 2019 4 حوض نو ساخته شده به فعالیت شروع کردند. هرچند این پالایشگاه شبانه روزی در چرخش است ولی در وقت و ساعت معین آب آن گاه‌ها زیاد می شود. سحری میشه چون آدم بخواست دستور میشد ناشتا تیار میکنه ناشتا میکنه بعد ابیتی های وقتی خوراک نصف روزی خوردن با شستشوی میشه این بگویی با این چسبیک های این سحری ابیتی بگویی با آب فقط بول میشه آب بول میشه نه که مثلا اگر شما گفتید بول چه نه این خیلی چیز نیست. طبق سند ترتیب داده مسئولان ناحیه باباجان غفورов هنگام گرمشوی هوا پروسس های بیولوژی به عمل آمده بوی غلیظ از موضع اخلاط خشکگردانی پیدا می شود و در حالت وزیدن شمال به هر طرف پهن می گردد. فهمیده هوا چقدر که گرم بیاد وای بیاد اگر تیز قاق میشد وای مبین یک ما دو ما سه وقت میشه اگر وای زمستان و تابستان شایده اینجا با رول باز میکنه جای закрытый не جای شد با چیز من باز گفتم که این پارتو برای همین چیزاش های پروسیدورایی که های تکنولوژی که همین های برای اشار بیرون. با وجود این مسئولان خوجند آب و کانال ادعای تشخیصگران اداره های ناحیه باباجان غفورov درباره پهنشوی بوی غلیظ از فعالیت انشاءات پرتاب آب تازه‌کنی را به اساس می‌شمارند و میگویند انشاءات اداره آنها در جای بنیاد شده است که باعث آلودگی هوا در محل اهالی نشین نمی‌گردد. در نتیجه بگومگوهای دو مقامات بوی ناراحت کننده با گذشت چند ماه نیز این موضوع را ترک نکرده است ولی ساکنان میگویند گاه با نوشتن عرض و شکایت در شبکه‌های اجتماعی و نشر مقاله و گزارش در رسانه‌ها مدت هوا صاف و تازه میگردد. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر خوجند.